در جستجوی حقیقت روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. دانش، دانشمند، دو کلمه عزیز در فرهنگ بشری است. استاد دکتر روانفرادی شخصیت جامع کمالات بود. در ادبیات، در تاریخ، در چندین زبان و تمام کرسی هایی را که به دست آورده و مقاماتی که رسیده از طریق حافظه خدادادی از بود. رادیو کتاب با وجود امکانات بسیار ناچیز و بیننده های اندک رسالت خویشدانی است تا از این بزرگوار یاد نماید و طبعا حقیر کوچکتر از آن است که بتوانم مرتبت چنین بزرگ مرد و دانشیمند را توضیح دهم. و تمام خدایار کابلی در رادیو افغانستان بارها تفسیر قرآن شریف و دیگرها می‌رسند. متاسفانه قدرتمندای ما به نحو دچار خرد ستیزی و خردمند ستیزی شده، اگر نه هرچی که بگویم راجع به این در قسمت علوم آنقدر محبت به علم داشت، آنقدر در هر گوشه افغانستان اگر میفهمید که مؤلف است او را پیدا میکرد با اون نوازش ها میکرد. و اینمی تصادف بود که باعث از این شد که من با دکتر صاحب روانفرادی که در وقتا معین سیاسی وزارت خارجه بودن آشنا شدم. روانفرادی یک مردی بود که رابطه بسیار نزدیک با همه اقشار جوامع مملکت داشت که البته این انسان یک انسان چندبادی بود، یک انسانی ساده ای نبود که کسی بتونه با آسانی بگویه که این همه چیز بود. هیچ کس همه چیز نیست، اما هر کس یک چیزی هست. بله استاد بزرگوار، خیلی فرمایشات تدوین شده و عمیق گفتیم. در مورد اخلاقیات و شخصیت روانشاد فرهادی چی دارین سید؟ فرمایش خاطره مهربانی کنید. به فرانسه به تحصیل فرستاده میشه و در سوربن دکترای خود میگیرم. این معنی از این داره که انسان یک انسانی با قابلیت خاصی بوده. رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده ها و همسو با حقیقت. دانش، دانشمند، دو کلمه عزیز در فرهنگ بشری است. کلماتی که انسان می سازند. این دو کلمه در هر فلسفه و تمام ادیان و ادیان الهی ارجمند است. ما امروز به یادبود عبدالغفور روان فرهادی، نویسنده، پژوهشگر برجسته زبان و ادبیات نشسته ایم. مرگ چیزی طبیعی است، اما سینه های ما پر درد است و حرمان است، چرا که کشور ما سالهاست که از سوء مدیریت رنج میبرد. ما به جای این که سوء مدیریت را تمام کنیم، همیشه متاسفانه تشدید می شود. یک نمونهش این که همین استاد بزرگوار که خدمات زیادی برای افغانستان نموده، شامگاه یکشنبه 5 ماه اسد یا مرداد ماه سال 1405 هجری خورشیدی به عمر 96 سالگی در شهر سان فرانسیسکوی ایالات متحده آمریکا چشم از جهان فرو بست. در اسلام آیات و احادیث بسیار فراوان در مورد دانش و دانشمند داریم. علما ورثه انبیا خوانده شده است. الیستوی الذین یعلمون ولا یعلمون گفته شده است. اقرأ و ربک الاکرم را داریم
اقرأ باسم ربک الذی خلق را داریم و همینطور اگر جستجو نماییم چه در تاریخ درخشان فرهنگ ساز و تمدن ساز اسلام و چه در دوران رسول گرامی اسلام و خلفای راشدین علما ارجمند بودند. سؤال اینجاست که چرا امارت اسلامی که ادعای اسلام بودن دارد هیچ خبری در این باب پخش نکرده است؟ و سوال دیگر این است که این همه رسانه هایی که سیر از پولها را به بهانه های گوناگون می گیرند، اینان چرا از روان فرهادی یادی نمی کنند؟ رادیو کتاب با وجود امکانات بسیار ناچیز و بیننده های اندک رسالت خویشدانی است تا از این بزرگوار یاد نماید و طبعا حقیر کوچکتر از آن است که بتوانم مرتبت چنین بزرگ مرد و دانشیمند را توضیح دهم. بنابراین 2 از پروفیسرها و اساتید وطنمان را در این برنامه دعوت نموده ایم. عرض سلام دارم خدمت هر 2 بزرگوار، استاد گرامی و استاد الاساتید جناب عنایت الله شهرانی، پروفسور صاحب عنایت الله شهرانی، و همچنان استاد شخصی خودم، مشوق خودم، جناب محمد نظیف شهرانی. شما یک سلام علیکی بکنین صاحب، باز ما جسارتا سوالا را شروع خواهد کرد. مهربانی استاد شما اول بفرمایید. استاد خود احترامات خدا به خدمت جناب شما، استاد بسیار دانشمند دلسوز در افغانستان، نوید جان حسینی، به مهمان شما و پای بینندگان و شنوندگان از احترام تقدیم می‌کنم. ممنون صاحب. استاد بزرگوار شما هم یک سلام علیکی بکنین باز میریم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و به نستعین. سلام به شما بزرگوار و همچنان اکی بزرگ ما دکتر صاحب عنایت الله شهرانی و همچنان همگی دوستایی که امروز با شما معیت دارن یا در آینده نشان خواهد دادن. سلام و حرمت خدا عرض میکنیم. خداوند همگی ما شما را در امان داشته باشه و روحی و روانی دکتر صاحب عبدالغفور روان فرهادی که دوست خوب ما شخصی بود، واقعا خدمتشان از پروردگار بازم دعا میکنیم که جایشان جنتی برین بوده باشه و روحشان شاد و همیشه مغفور باشه. یک دنیا ممنون صاحب، انشالله که روحشان شاد باشه، جایگاهشان بهشت برین. استاد بزرگ، از شما اگر تقاضا کنیم که از خاطرات خود در مورد فرهادی صاحب بگوین، از کی آشنا شدین، چگونه آشنا شدین، چی خاطراتی دارین؟ سوال خوبی است. تقریبا چند وقت پیش بعد از وفاتشون ما یک مقاله مختصری نوشته کردم و در فیسبوک پخش شد. در اونجا نوشتم که تقریبا 60 سال میشه که ما با اونها ارتباط داشتم و ارتباط ما اولا از طریق همین مجله ادب شروع شد که در مجله ادب من یک کتاب نوشته میکردم به سلسلتاً چاپ میشد، لغات مستعمل در لهجه دری بدخشان. دکتر صاحب مرحوم یکی از زبانشناسا بود، البته اوصاف زیادی داره، جامع کمالات بود و در هنر و در همه چیز میدانست. اما جا مرا پیدا کرد و هر دوی ما در یکی از نمایشات من نمایش نقاشی داشتم در وزارت مطبوعات و با هم دیگر آشنا شدیم و که مضامین ادبی تا میخوانم و خوش میشم، باز مرا دعوت کرد که امروز با هم ببینیم. در وزارت خارجه در دفتر کارم میکرد، همچنان پارت تایم در فاکولته حقوق در پوهنتون کابل هم تدریس میکرد. دیگر و صفات بسیار زیاد دارد دکتر صاحب، خداوند غریق رحمت بکنه. دیگر یک طبیعیست، مردی است که در همه مضامین، در همه علوم این معلومات داشت. اگر بگویم مورخی در از یک مورخ را بسیار خوب بفهمید
چون از طریق دیپلماسی خوانده بود. ادبیات خاصتا در ادبیات فولکلوری علاقه بسیار مطلب داشت و یک کتابی هم نوشته کرده. یکی از مقالات خود برای من فرستاده بود که سروده های تخار و بدخشان را ما در یکی از کتاب‌های خود شامل کردیم و ایرانی ها، برادرای ایرانی در چی چاپ کردن، در پاکستان چاپ کردن و دیگر مسائل دیگری که ما با او ارتباط داشتیم. در یکی از وقتها در یکی از سالن‌های وزارت مطبوعات چند نفر نقاشا بودیم، در اونجا نمایشی برپا کرده بودیم و استاد تشریف آوردن. هر کسی به نوبه خود سخنرانی کردن. یک دم دیدیم که استاد در هر تاولی میشینه و تبصره میکنه. دیگر یعنی همین که به معنا که هنر کلاسیک و ریالیست و خصوصا کوبیک ابسترکت خوب میفهمیده. در وقتی که تحصیل میکرد در فرانسه از او در تحلیل دیگر چیزا آموخته، بیخی شخصی آموخته. یک استعداد عجیبی داشتن در نقد و بررسی. باز شرح دادن و ما چند تا نقاشی در وقت من نقاشی میکردم. البته 20 سال میشه که من در نویسندگی جا بردیم، ولی هر کدام ما پیش از اونا دیگر رفتیم و تشکر کردیم که از ما کده اونا خودتر تشریح میدادن کتاب‌ها را. و از جانب دیگر من اصل کتابی که در قسمت ادبیات تاجیکی اما فولکلور من نوشته کرده بودم، هر کدام از این را خوانده و علاقه گرفته و بعضی وقت تلفنی برای من بسیار زیاد تبصره و توصیه میکرد. در غیر از او ما اما رفت و آمد ما بالاخره شکل فامیلی را گرفت. ما با فامیلی از اونا آشنا شدم، اونا با فامیلی ما آشنا شدند. دیگر چیزی که من خدمت شنوندگان همی حالا میشنوانم است که استاد دکتر روانترادی شخصیت جامع الکمالات بود در ادبیات، در تاریخ، در چندین زبان و تمام کرسی هایی را که به دست آورده و مقاماتی که رسیده از طریق حافظه خدادادی از بود. یعنی حافظه محیر العقول داشت، هیچ چیز فراموش نمیکرد و هزاران نفر میشناخت. شخصیت ها را هر کسی را که نام میگرفتیم ولی با او خاطرهش براتون بیان میکرد. یک موضوعی که قابل بحث از سر جامعه بگویم که یکی از عرفای بسیار بزرگ افغانستان است آقای استاد فرهادی، یک عارفی وارسته. البته دوستی ما بالاخره به شخصی که تبدیل شده بود. یکی از روزها از فرانسه برام تلفن کرد که من امریکا میرم، اما خانه تان میباشم، در هتل جانه میرم. تشریف آوردن. من جای نماز آوردم برشان که جای نماز امار کنم. فیلپاور گفت نه خودم جای نماز دارم. با خود جای نماز در هر مملکتی که میرفت با خود میبردم. جای نماز بسیار زیبا و مقبول همونجا انداختن و نماز ادا کردن. 5 وقت نماز خود دائم چی میکردن؟ ذکر میکردن. و شاید بعضی دوستا خبر نباشند که استاد روانترادی یک نام مستعار داشت. نام مستعارشون خدایار کابلی بود و به نام خدایار کابلی در رادیو افغانستان بارها تفسیر قرآن شریف به گوش دیگرها میرسند به مردم ها. دیگر استاد یکی از متقیان و یکی از عرفای بسیار بلند داشت و دیگر هرچی که بگویم راجع به این در قسمت علوم آنقدر محبت به علم داشت، آنقدر به هر گوشه افغانستان اگر میفهمید که یک مؤلف است او را پیدا میکرد، با اون نوازش ها میکرد و علاقه به تشویق به نوآموزان زیاد داشت. صدها نفر، هزاران نفر علاقه میگرفتن که برسن، ولی شخص نهایت مصروف بود. و زمانی که ما میخواستیم که از پیش خواهش کنیم که خاطرات خود بنویسه، چرا از زمانش به یاد داریم که
منشی وزرا بود، در کابینه منشی بود و خاطرات بسیار زیاد داشت. نمیدانم که خاطرات سان نوشته کردن یا نوشته نکردن. دیگه خداوند کریم اونا را غریق رحمت بکنه. اوصافشون به حد زیاد است که ما در نوشته خود اشاره کردیم، ولی مفصل نیست. در فیسبوک داشتیم و در 90 سالی که 96 سالی که حیات به سر برده این کارهایی کرده که یعنی هر چی که میخواسته اجرا کرده و انجام داده در نمی افغانستان. یا هر چی که بگویم درباره اوصاف بسیار عالی از او شخصیت بین المللی، ما البته عاجز هستم، نمیتونم که مکمل بگویم، وقت هم کم است. همه قدر بود به صورت خلاصه در خدمت جناب شما آقای محسنی و شنوندگان. یک دنیا ممنون استاد، خیلی جامع بود. ما یک مسئله که بین استاد و ما رخ داده کردیم و یک تاریخی داریم از افغانستان به مجامع علمی ایران. تقریبا 50 سال پیشتر دکتر سید فرهادی یک لقب پژوهشگر برتر از طرف علمای جدید ایران زمین به دست آورده بود که او اما کمیته به نام کمیته فارابی در هر چندین سال یک بار اونجا مجمع. اتفاق عجیب است که دوم شخصی که او لقب پژوهشگر برتر به دست آورد او امین بنده حقیر ما بود که بسیار خوب صاحب، شما ایران داره برای ما لطف کردن است. البته از طریق ملل متحد و برای ما برنامه وکیل بسیار بزرگی هم روان کردن تاهایی بسیار زیاد و امضای رئیس جمهور ایران و این یک گردی ما مشترک لقب گرفت. در افغانستان تنها ما 2 نفر گرفتیم که روان سید فرهادی و ما بودیم. بسیار خوب صاحب، هر دوتایتان موجب افتخار افغانستان هستین. خدا روح ایشان شاد کنه و عمر و عزت شما را پایا و طولانی بسازه. استاد تواضع میکنین دیگه، تواضع ز گردن فرازان نیکوست. شما شایسته هر گونه تجلیل و تمجید هستین که افغانستان متاسفانه دچار بیقانونی شده و حتی اگر به شکل گلایه بگوییم متاسفانه قدرتمندای ما به نحو دچار خرد ستیزی و خردمند ستیزی شده. اگر نه از شما و استاد محمد نظیف شهرانی باید تجلیل ها شود، از همه دانشمندا که متاسفانه در این مورد همه ما کم هستیم. استاد یکم برنامه را عاطفی تر کنیم، بعد از او پیش بریم خدمت استاد شهرانی دیگه. گفتین که روان فرهادی مرحوم نقاشی های شما را که خودتان نقاشش بودین از شما کده بهتر شرح میداد. چرا اینطور بود استاد؟ این آدم این شخصیت در فرانسه تحصیل کرده بود، غیر از خود خداداد، انسان خداداد بود، به زودی هر چیز درک میکرد و این پی‌اچ‌دی دکترای خود در فرانسه تیر کرده بود. نمایشات، نقاشی‌ها بسیار جاها را همین آدم کنجکاوی بود، همگی را یاد داشته خوبی که و هم نقاش‌های پیکاسو را و دیگر نقاش‌های مدرن را میشناخت با تمام معنی. حتی لیوناردو وینچی و دیگر نقاش‌های قدیم کلاسیک با ریالیست ها میشناختند. و اتفاقا ما در جوانی نقاشی میکردم. من مثلا که پسان تغییرات آمد و من زندگی ما فرق کرد، در یک رجوع کردم. ما یک نمایش نقاشی داشتیم به شمول استاد یوسف کوزاد بود و بعد نقاشای دیگه سید مقدس نگاه بود و چند نفر دیگه، استاد خیر محمد خان بود، نقاشی های استاد غوث الدین خان بود و خیر محمد یاری و خیر محمد عطایی اونا بودن. در اونجا که یک جوانی بود به نام نبیل میگفتن، او هم همین نقاشی های سبک جدید کار میکرد. باز ما یک نمایش داشتیم با هم دیگر، هر کسی را پرسان میکردن که خوب نقاشی های خودت چطور است و ما شرح میدادیم. یک بار این استاد گفت که بعضی گپای هم دارم، همین از یک تا شروع تا با آخر
از همه کده بهتر از ما چی میکرد و ما چک هم کردیم همون تو کل نقاش ها خنده کردیم، بسیار زیاد شوخی هم کردیم. مردی بسیار زیاد وارسته بود و ما شوخی ها کردیم، مذاق ها بکرد. بسیار یک انسان است که اصلا یک کم نظیر انسان افغانستان است. این آدم یک جامع کمالات بود، یک از این دانشمندای بزرگ افغانستان به شمار میرفت. افغانستان با ابد او را نامش فراموش نمیکنه. افتخار بزرگ افغانستان چی که بین المللی بود. بسیار خوب سید. با چندین زبان آشنایی داشت. زبان ایتالوی را میفهمید، اسپانوی را میفهمید، فرانسوی را میفهمید، انگلیسی را میفهمید. در توسان اریزونا وقتی که اونجا تشریف آوردن که من اونجا تحصیل دکترا میکردم، به زبان عربی شروع کرد، چندین جمله را ادا کرد. یک گروه مردمایی که به عربی نمیفهمیدن خواهش کردن که همین چی را به انگلیسی بود که میگیم ما بفهمم. باز شروع کرد بر زبان انگلیسی. در همون بیانیه از این بانک در مسجد بود، سراپا سیاسی بود، در سیاست کرد. اولین آشنایی شما در مجله ادب صورت گرفت استاد؟ از طریق مجله ادب من یک مقاله نوشته میکردم به نام لغات مستعمل در لهجه دری بدخشان. بله. اگرچه کتاب اول فولکلوری من نبود، در وقتا من دیگه فولکلور چی میکردم، اما ضرب مثلا هم پشتو را هم فارسی را جمع میکردم و لغات ضرب مثلا ترکی را داشتم کم و بلوچی و بعد زبانهای وطنی را من جمع آوری میکردم در وقتا. باز خصوصا باز این مضمون من به چاپ رسید. در وقتا مجله سخن بود و از اون نوشته من بسیار تقدیر میکرد ایرانی، برادرهای ایرانی. دیگه از همون طریق ما آشنا شد. نمیدانم که در کدام جای دیگه اگر دیده باشیم، ولی زیادتر همون موضوع علاقه استاد زیاد بود که راجع به او گپ بزنه که من چی کار کنم چی کار نکنم. و خودش هم حتی گفتم که در پسانها یک مقاله خود برای من نوشته کرد که سرورهای تخار و بدخشان، در حالی که او از بدخشان بسیار دور از کابلی بود، خدایار کابلی. و ما در مقاله خود نوشته کردیم که اگرچه خود کابلی میدانست ولی بسیار به کم به یاد من گفته بود که ما اصلا از فرزه کودامن هستیم و از اونجا آمدن در کابل و در کابلی شدن و تاریخ کابل بسیار خوب میفهمید. اما آقای پوری غنی که من امروز از او بسیار هم صحبت بودیم و زندگی ما و پوری غنی بسیار زیاد سپری شده، 7 سال با هم یک جا بودیم در خانه. او کابل به حد اعلام میشناخت، اما دوم شخصی که کابل بسیار فوق‌العاده میشناخت استاد روان فرادی بود که باز هم به معلقه که داشت کابل خدایار کابلی نام خود داشته بود. بسیار خوب سید. یک دنیا ممنون و تشکر از حوصله پروفسور صاحب شهرانی سنن کوچکتر. استاد نوبت شما چه رقم با مرحوم روان فرهادی آشنا شدین؟ چه خاطره دارین؟ از آثارش چه خواندین؟ مایک در خدمت شماست مهربانی سید. خب ببینین، من قسمتی جوانی خود در افغانستان تا صنف سوم فاکولته تعلیم تربیه سال 1967 دوام دادم. بعد از او قسمت بود به هر حال ما امریکا آمدیم و در امریکا یک 5 سال من درس خواندم که البته دوره فاکولته تمام شد و دوره ماستری و قسمتی کاندیدی و دکترا. بعد از اون من تصمیم گرفتم که میروم برای همون تیسیس دکترای خود مردمای قرقز پامیر مطالعه میکنم. و اینمی تصادف بود که باعث ازی شد که من با دکتر صاحب روان فرهادی که در وقتا معین سیاسی وزارت خارجه بودن آشنا شدم. یعنی عامل اصلیش همی انتخاب موضوع مطالعه بود. قبل از اون ما باشون هیچ رابطه نداشتم و از امریکا رفتن من ممکن خبر نبودن. به هر حال من از امریکا بازگشتم، باشون آشنا شدم و علتش همی بود که روان فرهادی یک مردی بود که رابطه بسیار نزدیک
با همه اقشار جوامع مملکت داشت و یک علتی هم که یک رابطه با پامیر افغانستان و با دهلیزی واخان داشت، البته ارتباط می گرفت به موضوع کارش که معین سیاسی وزارت خارجه بود و این منطقه چون یک منطقه چی بود محدود شده بود برای نگذاشتن خارجی ها به صورت کل در اون منطقه، اما در این حال یک منطقه بود که با داشتن قچ مارکوپولو خیلی مشهور شده بود و شکارچی ها و همچنان سیاستمدارا که دست می داشتن برای واخان به سفر واخان زیاد علاقمند بودند، به شمول اعلیحضرت محمد ظاهر شاه مرحوم که اینا البته در ترتیب مسافرت های بزرگوارای خارجی خصوصا از سفارتخانه ها مرحوم دکتر صاحب روان فرهادی نقشی بسیار بزرگ داشتند و هر کسی که اگه به او طرف کسی را مسافر روان میکرد یعنی امکانی نداشت که با خان پامیر با خان قرقزای پامیر مرحوم حاجی رحمان خان آشنایی پیدا نکنه. از اینکه او مرد میزبانی بسیاری بزرگوارا خصوصا سفیرا و کسای دیگری که از کشورهای بیرونی آرزوی خصوصا اروپایی و غربی ها زیادتر آرزوی رفتن به اونجا را داشتن، باید با روان فرهادی تماس می داشتن و روان فرهادی این مسافرت ها را از طریق البته وزارت فرهنگ و چی می گفتند در وقتا توریسم باید مهیا میکرد. یزولی از دکتر صاحب با مرحوم حاجی رحمان خان پامیر رفاقت و دوستی داشت. 1972 بود و پامیر رفتم، خزان اونجا بودم، زمستانی همون سال 72 73 رحمان خان تصمیم گرفت و سالانه هم بعضی اوقات سالانه بعضی اوقات یک سال بعد به کابل می آمد و در کابل اینا مال می آوردن حدود 1000 بز گوسفند که البته خود رحمان خان نمی آورد، چیزایشان چوپانایشان می آوردن در طول 2 سال اینا، همین 2 ماه سفر. بازینمی زمستانی سال 73 در حقیقت وقتی که من همراه رحمان خان در پامیر بودم و برای دوام مطالعه مردم شناسی خود اونجا بودم، رحمان خان مهمان شد توسط دکتر صاحب روان فرهادی در خانهشان و من هم با رحمان خان گفت بیا با من برو. من همراهشان برای اولین بار در خانهشان در این شهر نو دیگه خانه خوبی داشتن و در اونجا با نه تنها با رحمان خان بلکه با تقریبا 7-8 نفر دیگه که از همراهانی از او از پامیر بودن و مردم کاملا به مو وطنی، اینا در خانه مرحوم روان فرهادی میمان شدن برای نان شب و خداوند رحمت بکنه خانم اولیشان رنا جان با او من معرفی شدم و یک انسان واقعا شریفی بود که من یعنی اولین بار ملاقات من با دکتر صاحب روان فرهادی در باغ قرقزای پامیر در خانه خودی دکتر صاحب روان فرهادی بود و بعد از او دیگه البته دکتر صاحب بسیار لطف و مرحمت زیادی داشتن با من که تشویق هم به حد زیاد کردن که ولی این کار را باید بکنی، کار بسیار مهم است و تمامی اما تشویقاتی که یک بچه اطرافی به اصطلاح که نوجوان و مربوطی مطالعاتی یک جامعه دوردست افغانستان هست، این از تشویق دکتر صاحب دیگه من بسیار مرهون احسانشان شدم و بسیار مهربان بودن. بعد از او امیر روابط ما با دکتر صاحب دوام پیدا کرد تا اواخر عمرشان، یعنی از سال 1972 به طرف بیشتر از 50 سال میشه که من با مرحوم روان فرهادی شخصی پیدا کردیم و از طریق مطالعه قرقزای افغانستان و مرحوم حاجی رحمان خان پامیری. یک چیزی را که انسان باید درباره بررسی هر کسی دیگری باید در نظر بگیره که البته این انسان یک انسان چندبادی بود، یک انسانی ساده ای نبود که کسی بتونه به آسانی بگویه که این همه چیز بود. هیچ کس همه چیز نیست، اما
هر کس یک چیزی هست. و در این قسمت ما میخوام روی 4 چیز درباره مرحوم روان فرهادی حرف بزنم. یکی که یک انسانی با قابلیت های زیادی بود که در این هیچ شکی نیست. یک بچه قسمی که دکتر صاحب عنایت الله شهرانی اشاره کردن از فرضه شمالی بوده باشه و در کابل کلان شده باشه و ما یقین دارم غریب بچه بوده، صاحب به اصطلاح پول و مال و منال و جا و این حرفا بوده باشه و ای که در جوانی خود به فرانسه به تحصیل فرستاده میشه و در سوربن دکترای خود میگیره، این معنی از این داره که انسان یک انسانی با قابلیت خاصی بوده در اون موقع که بتونه خود تبارز بده، فرستاده شوه با وجودی که مشکلات زیادی در برابر بسیاری خصوصا مردم غریب و بیچاره در زمان وجود داشت. فرستادن ازی البته شاهدی امی بوده که کسایی متوجه شدن که انسان قابلیتی بالا داره. و دومش البته قابلیت ها را هر کس میتونه تا حدی داشته باشه، اما چی و اینا را ما بتونیم به فعالیت تبدیل بکنیم. اونجاست که روان فرهادی یک جایگاه خاصی را میتونه به دست آورده در عمل، در فعالیت، که او همیست که هم مطالعات زبانی خود در اونجا انجام داده و بعد از او دکترای خود در لهجه زبان فارسی، مطالعه زبان شناسی لهجه فارسی کابلی افغانستان و در تیز دکترای خود چی کردن نوشتن و رو نشر کردن و دکترای خود جوان گرفتن، پس آمدن توانستن در با البته زبان نه تنها مهارت زبان شناسی بلکه مهارت زبانی بیرونی که در اون وقت البته زبان فرانسوی یک زبانی بسیار معتبری بین المللی وقت بود که البته به وزارت خارجه جلب و جذب شدن. با وجود کارهای سیاسیشان در فعالیت‌های دیگری مقابلیت‌های بزرگی را که نداشتن، از او استفاده بسیار بهینه کردن در زمان کارشان در وزارت خارجه. این بود که این مردی بود که یک بینش و به اصطلاح درکی بسیار عمیقی از فرهنگ غربی به دست آورده بود و با آشنا با ادبیات خصوصا انتقادی زمانی خودش در زبان فرانسوی کاملا چی بود به اصطلاح حاکم بود و به مولیوز به شروع ترجمه یک سلسله ناول ها، یک سلسله ادبیات انتقادی او زمانی فرانسوی به فارسی شد که این کار ترجمه های بسیار مهمی است که البته نقش عمده‌ای داشت در یک سلسله افکار و نظریات و چیزهای خصوصا انتقادی که او را به شکل دراما یا به شکل ناول بود که البته در افغانستان هنوزم چندان چی نداشت، معروف نبود که این انسان این کار انجام داد. بر علاوه از او مطالعاتی را در داخل خود افغانستان درباره زبان شناسی اینا خودش انجام داد و چیزهای خصوصا درباره لهجه های مختلف فارسی، تاجیکی و چیزهایی که دکتر صاحب عنایت الله شهرانی اشاره به او کردن، کارهای بکر بود، کارهایی بود که از لحاظ تحقیقاتی ایجادی بود. در اون زمان این کارها وجود نداشت. نه تنهایی در اون زمان محققین خارجی که به افغانستان می آمدن خصوصا در اطراف می خواستن برن تحقیق بکنن اجازه نداشتن. روان فرهادی بود که بسیاری وقتا سهولت های تحقیقی را برای بسیاری محققینی که من باشان بعدتر آشنا شدم، آقای فرهادی عقبی و اصطلاح چیزی از اینا بود، اما امکانات کاری از اینا در داخل افغانستان بود. مورگنسترن یکی از محققین زبانشناسی بسیار معروفی است که در غرب این با کمکی من یقین دارم با کمکی روان فرهادی در زبانشناسی خصوصا لهجه های پامیری افغانستان و بعضی لهجات دیگری کارهای مهمی کرده که من یقین دارم و نه تنها
او بلکه بسیاری محققین، حتی ممکن لوی دوپری و مردم شناسای جوانتری که در سالهای 1960 70 که البته مثل ما در اونجا تحقیق میکردن، با زیادشان آشنا بودم، همه از اینا از روان فرادی یاد میکردن که این کسی بود که با ما یاری کرد و ما را توانست کارهایی که لازم بود از لحاظ تحقیق میدانی بتونیم در افغانستان بکنیم که در اون وقت کار ساده نبود. مسئله دیگری که از قابلیت‌های مهم عزیز باید خدمتتون بگویم است که یکی از منابع بسیار عمده که ما از او زیاد استفاده کردیم مقالات محمودی طرزی را جمع آوری کرده بود که برای اولین بار ببینید در یافتن خود اخبار، سراج الاخبار، کار ساده ای نبود که کسی بتونه او را به اصطلاح چیزهای مختلف چه برای هر کدامش مقالات از اینجا اونجا پیدا بکنه. این هم یکی از کارهای ایجادی و بکری روان فرادی بود که مقالات عمده و مهم محمود طرزی را از سراج الاخبار به شکل یک کتاب نشر کرد و به دسترس محققین گذاشت که ما بارها در کارهای خود از او استفاده کردیم و همیشه دعا کردیم برش که خداوند خیر متبری استاد بزرگوار ما که این خدمت کلان برای محققین جوان کرده بود که و تا هنوز هم من فکر میکنم یکی از کارهای مهم و خدمات بزرگشان مقالات محمودی طرزی بوده باشه. من با کتابای دیگهشون زیاد نخوندیم، اما آشنایی دارم، رفرنس زیادی درشان شده شنیدیم. اما اون چیزی که بسیار مهم است از لحاظ علمی اینمی ترجمه هاست و تالیفات است و همچنان قسمی که دکتر صاحب شهرانی بزرگوار دیگر ما اشاره کردن، کار اینا بالای قرآن شناسی بود. قرآن شناسی کاری نیست که در افغانستان پیشینه بسیار طویلی داشته باشه. قرآن خوانی بسیار معمول است در افغانستان، در کشور ما، اما قرآن دانی بسیار کم بود. یکی از کارهای دیگری که خود آقای روان فرادی کرده بود، یک کتابچگه که خورده بود به نام دعای قرآنی که خودشان یک کاپیش برای من در یکی از ملاقاتی که باشون داشتم برام داده بودن و بر علاوه برنامه‌ای را که گفتن به نام خدایار کابلی در رادیو داشتن که ما نمیفهمیدیم، اما دیگر نوشته های راجع به قرآن و درک قرآن و استفاده بهینه از ارزش‌های قرآنی حرفایی بود که همیشه با صحبتی که کسی می داشت با آقای مرحوم دکتر روان فرادی داشت همیشه بحث می شد. همیشه قرآن در پیشینه حرفای از اینا بود. اینا واقعا قرآن محور بودن. بسیار کسی را من در طول عمر خود در افغانستان که در حکومت کار کردن دیده بودم که روی ارزش‌های قرآنی زیادتر اصرار بکنن و خوشبختانه این نبود که تنها اینا آشنا بودن بلکه تمکین میکردن به ارزش‌های قرآنی. بله استاد بزرگوار، خیلی فرمایشات تدوین شده و عمیق گفتیم. در مورد اخلاقیات و شخصیت روانشاد فرهادی چی دارین صاحب؟ فرمایش خاطره مهربانی کنید. استاد یکی از شخصیت‌های بسیار مهربان بودن. یعنی مهربانی هم البته پختگی علمی و سیاسی کار می داشته باشه و هم تا یک اندازه مو شخصیتی که عیار با یک وجدان است، یک وجدانی به اصطلاح که صفت همکاری و همخوانی را داشته باشه و دیگران را حمایت کردن بوده باشه. واقعا شخصیتی بسیار یک جنبه شخصیتی استاد روان فرهادی که من همیشه استادشان میگفتم، واقعا مردی محترمی بودن برای من، امی بود که با همگی کس میخواست هر چی در قدرت داره بتونه همکاری بکنه. ما هیچ وقت از هیچ کسی نشنیدیم که روان فرهادی برای از اونا یک کمکی نکرده باشه، ولو هرچی کوچک هم بوده باشه، اما همیشه مهربان و کوچک و چی میگیم مهربان و نوازشگر.
نوازش کرد. واقعا از اون لحاظ، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ همکاری در کشور بسیار کم کسی در سطح به اصطلاح قدرت اداری مانند این بزرگوار بود. ما در حکومتداری، ما با حکومت افغانستان کمتر یعنی چی داشتیم، رابطه داشتیم، اما با اینمی یک فردی که در چندین مقام، یکی در وقتی که معین سیاسی وزارت خارجه بود باشان روبرو شدم، و بعد از او وقتی که در دوران جهاد اینا موقف سفارت دائمی افغانستان در ملل متحد در نیویورک داشتن، هر باری که من نیویورک رفتم، ممکن 3-4 بار بوده باشد اون دوران، همیشه ما حضور استاد می رفتم که یک بغل کشی به اجتماع باشون بکنیم، بشینیم صحبتی داشته باشیم. و در این موقف هم همه کسایی که پیش می رفتن همیشه تشویق میکرد که کار بکنین، زیادتر ایجاد بکنین، زیادتر فکر بکنین، تحلیل بکنین، بنویسین، بگوین، جرأت داشته باشین. با وجودی که یعنی مسائل جرأتی بسیار در مسائل سیاسی کاری ساده ای نیست در بعضی مواقف، اما استاد روان فرهادی همیشه تشویقشان امی بود، همیشه چیشان امی بود. اگر شما یک خواهشی هم میکردین که استاد امکانش هم میداشت، نه نمیگفت. با وجودی که در بعض شرایط ممکن بود که کسی بگه که نه در این موقف من نمیخوام این کار انجام بدم، که اوترم نبود. ببین وقتی که استاد دوره حکومت مجاهدین به اصطلاح پایان یافت و از نیویورک اینا کارشون تقریبا دیگه ختم شد، اینا آمدن به دانشگاه کالیفرنیا در برکلی که یکی از نهادهای بسیار مهم تحصیلاتی و یعنی دانشگاهی امریکاست. در اونجا سمت استادی زبان فارسی را داشتن برای چند سالی. من در اون زمان سالهای 80 بود دیگه که در چی بودم، در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس درس میدادم، در UCLA. در اونجا ازشان دعوت کردم. وقتی یعنی پر آشوبی بود در تاریخ جامعه ما، شما روسا افغانستان هم چی کرده بودن، حمله کرده بودن بالایش و تحت چیشان بود، جنگ و اصطلاح بدبختی فوق‌العاده زیادی بود. در اونجا من ازشان دعوت کردم اگر بیاین در دانشگاه UCLA یک سخنرانی داشته باشین به ارتباط اینمی روابط افغانستان با شوروی در اون زمان یا قبل از جنگ و اینا. و امیدواری ما همی بود که استاد بیاین، البته از تجارب خودشان در روابط مستقیم وزارت خارجه، خصوصا بخش سیاسی با شوروی سابق، از تجارب خود صحبت بکنن که چی گفته میشد، چی میگذشت، چی نبود. و کار ساده نبود، برای اینکه که در همچون مواقع یک کس میتونه در موقف خطرناک خود قرار بده. اما استاد نگفتن، آمدن در UCLA، ما میماندارش بودیم و معرفیشان هم کردیم از سوابق اینایشان برای یک تعدادی از استادا و شاگردایی که آمده بودن و سخنرانی داشتن. اما سخنرانیشان زیادتر روی مذمت از کمونیسم بود که البته مذمت از کمونیسم در اون شرایط واقعا یک چیزی بود که هر افغانی میتونستی را درکم بکنه و بتونه ازش طرفداری هم بکنه. اما مهم می بود که استاد نگفت. آمدن و تشریف آوردن و حرفای خودم گفتن. به هر حال اون چیزی که مهم است، استاد نه تنها یک انسانی بسیار شریف و مهربان و غمخور و مشوق بود، بلکه همکار بسیار خوبی هم بود. همکارای یعنی کارهای دیگری هم که انجام داده میشه، یک اشاره بسیار کوتاهی کردی است که کتابی مدرن افغانستان، افغانستانی مدرن که دکتر امین سیقل نوشته کردن و 2 بار نشر شده، یک بار اولش و بار دوم با تجدید نظر اینا، یکی از آثاری است که به خود مرحوم دکتر روان فرهادی اهدا شده از طرف آقای سیقل، دکتر سیقل، و محتوای از او
به اساس دانش و بینش و طرز دیدی آقای روان فرهادی ازش استفاده بهینه شده و استفاده فوق العاده زیاد شده که خود دکتر صیقل هم البته یک روزی خدا اگر ممکن کرد باز با هم میشه صحبتی در این باره داشته باشیم و بسیار از استاد تقدیرم کردن در این کتاب. یک چیزی که من همیشه از استاد بارا در کالیفرنیا هم در خانهشان وقتایی که رفتیم در اواخر عمرشان چندین بار باشن دیدیم در اونجا و همیشه من از استاد خواهش میکردم که استاد خاطرات خود بنویسیم یا که قند ثبت بکنین در صوتی که کسایی بعدتر ببخشین استاد خودتون خاطراتتون نوشته کردین؟ من یک قسمتش نوشته شده است تحلیلی البته و آرزوی من همی است که بتونم واقعا یک خاطراتی تاریخی زنده افغانستان به یک شکلی هست نه؟ بله. ما چشم دیدای زیادی داریم از ده تا شهر و کابل و جنتی روی زمین جزایر هوایی و امریکا و این حرفا میشه یک روزی و علاقه که ما با خصوصا رابطه ما بین مردم و دولت در افغانستان یا دولت ها در افغانستان حکومت ها در افغانستان داشتیم چیزای جالبی خواهد بود که یک روزی انشالله و با امیدواریش دارم که بتانم بنویسم. من فقط خواستم طنزگونه شما بپرسم که فراموش خودتون نشوه. اونا هم یک اشاره میکردن که یک سلسله خاطرات با دکتر امین صیقل شریک ساختن و در کتاب هست و واقعیت وقتی من کتاب خواندم میدیدم که چی قسمت های از این میتونه از خاطراتی دکتر سیب مرحوم روان فرهادی بوده باشه. اگه اجازه باشه استاد فکر کنم یک حسن ختام خوبی است که هم یاد صیقل صاحب شد هم یاد خاطرات فرهادی صاحب. ما و شما انشالله یک برنامه دیگر بخیر با معیت صیقل صاحب و دکتر صاحب موسوی میگیریم. اگر اقتضا کرد 2 برنامه میگیریم 3 برنامه میگیریم. حق فرهادی صاحب زیاد است و اگر یک برنامه کافی بود 1 برنامه. امروز اگر شما فرمایش دارین میخواین جمع‌بندی کنین مهربانی و اگر نه ما یک مؤخره بگویم و خداحافظی کنیم. بسیار زیاد تشکر. شما همی که موقع میسر کردین که راجع به می دوستی بسیار مهربان و بسیار خوب و پرکار و ایجادگر ما چند لحظه با شما و با بیننده ها و شنونده بوده باشیم. خداوند اونا رحمت بکنه و امیدواری ما هم همی است که بتونیم تقدیر از کارهای بسیار عمده‌ای که مرحوم عبدالغفور روان فرهادی دکتر صاحب استاد ما انجام دادن با مردم شریک بسازیم. و اینکه خاطرات مهمه است که مردی بود که یک جزئی بزرگ تاریخی معاصر افغانستان با او رابطه داشت. البته او نقش خود در او مقطع انجام داد. چی است به اصطلاح مسئولیتی بقیه ماست که ما هم بتانیم مسئولیت خود به شکلی که لازم است انجام بدیم. بازم بسیار تشکر از لطف و مرحمتتان. جهان سپاس از شما پروفسور صاحب بزرگوار که با وجود مصروفیت‌های زیاد دعوت را دو کتاب قبول کردین و همچنان سپاس بیکران از استاد بزرگوار عنایت الله شهرانی و به امید از این که یک روز بتانیم گرد هم بیاییم به معیت دکتر صاحب امین صیقل و بار دیگه در مورد و هم دکتر صاحب موسوی در مورد فرهادی صاحب گپ بزنیم. به این امید که گپای ما باعث شادی روح ایشان شوه. یقینا جایگاه ایشان در جنت برین است با اون همه زحمتی که کشیده و ما هم وظیفه انسانی و دین میهنی خود در برابر دانشمندا ادا کرده باشیم. از همه شما بیننده ها تشکر میکنم که در برنامه یادبود دانشمند بزرگوار وطن ما اشتراک کردیم تا آخر شنیدین. لطفاً نظرات خود با ما شریک بسازین، برنامه های ما را نقد کنین، پیشنهاد کنین، انتقاد کنین و اگر فکر میکردین این کانال و این برنامه ها شایسته است، سابسکرایب، لایک یا پسند شما میتونه کانال رادیو کتاب تقویت کنه. تا برنامه بعد شما را به خدای بزرگ میسپارم. استاد شما دیگه
تشکر میکنم، بسیار تشکر از لطفان. ما باز گپ میزنیم. خدا حافظتان، خدا حافظ شما. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.